آبیگرم نوروبار رو شو میکنه مبلغ خیلی کلان 350 میلیون دلار این 3.5 میلیارد سومون میشه 3 سال باید دوام کنه برای آن شما آمادگی رو بینید شرکت های وطنی و خارجی ساختمانچی زیاد میشه برای اونا بعضا شرایط های کاری هم باید برای زندگی برای پیشبردی کار نقشه هایی که داریم ما باید عملی شود زمستان باید در سطح بلند گذرانه مسائل اجتماعی را با سوژه‌های دیگر یگان مشکل ها باید باشد مثلا ذخیره کردن مواد غذایی را فراموش کردن در کار نیست تشکیلات های ساختمانی راهبرای تشکیلات های ساختمانی در اینجا حضور دارند سرعت ساختمان را تیزاندن نمانده کار اون چیزی که من اشاره کردم یعنی ما طرز کار کنیم هر یک مکانیزاتور راننده ساختمانچی اکسکاواتورچی بولدوزریست خب هر یک ساختمانچی حسی بلندی وطندوستی داشته داند که 1 ساعت پیش 1 روز پیشتر 1 ماه پیشتر با کار انداختن یک اگریگات دیگر این با منفعت کلی مردم تاجیکستان است برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده آواز برای راغون ما کارخانه های بزرگی صنعتی بنیاد کرده است خب برای همین هم بینیتان من بعد انتخاب شدن سفر اولین من از اتاق کاری با کجا با شهری راغون با نیروگاه برق آبی راغون یعنی فعالیت 7 ساله کاری خود را من از راغون شروع کردم اینا شما با اینا باید گیرید چون که راغون این حیات ممات آینده درخشانی تاجیکستان با شما می رود بی برق دولت رشد نمی کند بی صنعت پیش نمی روید صنعت بی انرژیتیک نمیشه اگر ما 24 ساعت گرافیک کرده شرایط کارگرها مکانیزاتورها راننده راهبرای شرکت ها دیگر مهیا کنیم بشاید کار میکنند مردم ما کورش چپا میکنند فهمونه جمع کنیم فهمونه میکنند هیچی نیست این ثمراناک استفاده بردن ماده کن و دیگر صفت مسائل استفاده برای ساختمان صفت کارها برادر ما نیروگاه را برای خودمون کرده ایستادیم مبادا در یگان جا یگان بی صفتی می شود ما دیگران را فریب نمیکنیم خودمون را فریب میکنیم اینا با این نوبت گیرید سفر بر کنید باشید من تابستان نصیب باشد خبر میگیرم با تابستان من اومده بعد 1 روز 2 روز ایستاده باز در اینجا با شما با ساختمانچی ها علایده صحبت میکنیم و میبینیم چراجوی نقشه چرابینی را کنیم ما میبینیم من روبری دولت دائما همین 1 سامانی که اکانوم شود من راغون در باید کرده ایستادم بسیار ساختمان ها را من کردم راغون در روان کردم ما جستجو میکنیم دریافت میکنیم میکابیم اقتصادیات هم من فکر میکنم سال آینده رشد میکند اکشاف میآورد فهمات ساختمان شد ها میتونه دودا کنه من از خرد و بزرگ تاجیکستان محبت و صمیمیت و مهربانی نهایت زیاد دیدم و با چنین خلق عزیز و مهربان شب و روز صادقانه با وجدان پاک دست و دل نیت نیک و با تمام هستی خدمت میکنم
من این صمیمیت را با چشمان سرم در وقت سفرهایی که به دیه‌های دوردست کوهستان مملکت به محل‌های اهالینش دوردست‌ترین ناحیه‌های دوردست‌ترین شهر و ناحیه‌ها سفر میکنم، من صمیمیت کودکان خردسال را میبینم. از کیلومترهای دور دوان پای لوچ با هر چی که دارند چندین کیلومتر برای دیدن رهبر خود با یک صمیمیت دل پاکیزه، پیر و برنا، موی سفیدان، کلانسالان، معیوبان ساعتها روزها انتظاری کشیدند که چهره رهبر خود را بینند و اکثریت دعای نیک میکنند. چگونه به این ملت، چگونه به این مردم، چگونه به این فرزندان، چگونه به این نسل جوان خدمتی صادقانه نکنی؟ من به خلق عزیز و مهربانم، به کودکان و نورسان و جوانان، کلانسالان بار دیگر خاطر رسان میکنم. اگر به یاد داشته باشید، من در جلسه تاریخی 16 شورای عالی مملکت سوگند یاد کرده بودم. باز میگویم، تکرار میکنم، من همان امام علی رحمان، همانی که من همانی که تمامی هستی خودم را انا برای همین مردم، برای همین سرزمین، برای همین دولت اجدادی، برای خوشبختی همین مردم، آبادی و پیشرفت همین مردم، باز هم در عرصه بین المللی برپاشتنی انا همین دولت تاجیکان بخشیدم. باوری کامل دارم که آینده تاجیکستان درخشان است و ما یک جا با خلق عزیزمان و ملت فرهنگ سالار و تمدن سازمان زحمت کشیده وطن محبوب اجدادیمان را آباد و زیبا و پیشرفته و نیرومند گردانیده، آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداریم. من وطن محبوبم
و خلق عزیزم را صدقاً و بیش از جان خود دوست می دارم، زیرا من با نان و نمک خلق بزرگوارم و این مرتبه رسیدم و این نان و نمک را تا نفس واپسین حیاتم پاس می دارم و به آن خیانت نمی کنم سوگند به نام پاک خدا، به نان و نمک مردم شریف تاجیکستان، به نام خرد و بزرگ این دیار باستانی، به پاس خاطر جاویدانه فرزانه آن و به جان قریب 9.5 میلیون شهروندان وطن محبوبم که تمام دانش و تجربه، سعی و تلاش و هستی خودم را فدای این آب و خاک مقدس، این خلق در حقیقت بزرگ و قهرمان، صاحب معرفت و تمدنساز، مهربان و قدرشناس، زحمت دوست و متین اراده و تاجیکستانی صاحب استقلال و آزاد می‌سازم. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.